گرمای شدید جان بیش از 1300 حاجی را در مراسم حج امسال گرفته است. دمای هوای گرم در شهر مکه از 51 درجه فراتر رفته بود. شاهدان عینی اجساد را دیدند که در کنار جاده نزدیک منطقه منا در خارج از مکه با پرچه های سفید پوشانده شده بودند تا به جای دیگر منتقل شوند. بیشترین آمار جان باختگان مربوط به کشور مصر بوده است. کسانی که از بستگان خود بیخبر ماندند در جستجوی خبر از حال آنها هستند. دولت مصر یک دفتر عملیاتی ویژه را برای این موضوع در شهر جده باز کرده. نور محمد ثاقب وزیر حج و اوقاف حکومت طالبان هم گفته است که شمار از حاجیان افغان نیز در مراسم حج گم شدند و تلاش برای پیدا کردن آنان ادامه دارد. دانشمندان علوم اقلیمی میگوید که احتمال تکرار چنین گرما و جان باختن حاجیان با توجه به این که در دهه‌های آینده ده‌ها میلیون مسلمان و مراسم حج خواهند رفت وجود دارد. مراسم حج بر اساس سال قمری هر سال 10 روز زودتر اجرا می شود و اکنون به سمت زمستان می رود. اما تا سال 2040 مجدداً با اوج تابستان در عربستان سعودی مصادف خواهد بود. مرگ و میر ناشی از گرما در مراسم حج پدیده جدیدی نیست و هر سال تعداد بر اثر گرما یا ازدحام و فشار جمعیت جان خود را از دست می دهند. عادت نداشتن به گرمای شدید، فعالیت بدنی، ماندن در فضای باز و سن حاجیان از مهمترین دلایل مرگ در مراسم حج عنوان شده است. سال گذشته حداقل 240 حاجی از کشورهای مختلف در جریان حج جان باختند که بیشتر آنها شهروند کشور اندونزی بودند. به گفته مقامات سعودی در سال گذشته هم بیش از 2000 نفر از اثر استرس گرمای طی مراسم حج رنج بردند. در سال 2016 عربستان سعودی گزارش از ساخت ساز مناطق سایه‌دار، دسترسی به آب آشامیدنی در هر 500 متر و بهبود امکانات مراقبت‌های درمانی داده است. با این حال برگزار کنندگان حج در عربستان هر سال با اتهام عدم ارائه امکانات کافی برای محافظت از گرما و هوا مواجه هستند، بخصوص برای حاجیان فقیر. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات